بسم الله الرحمن الرحیم. کورس سوادآموزی بزرگسالان برای پروفسور علامه دانشمند بزرگ جهان و تاریخ علامه شفیع عیار یا همون پروفسور پوپنک خود ما شما همون پیپی. امروز در حالی که یک چند دقیقه از وقت کورس تیر شده، اما پروفسور پوپنک یعنی شفیع عیار درکش نیست. مثل که میخواه از این کورس هم مثل که در دوران مکتب از مکتب میگریخت از این کورس هم بگریزه. چپراسی برو پروفسور پوپنک از گوشش گرفته بیار. نه نرو، این خودش آمد. فکر میکنم که حال فهمیده که درس و تعلیم و علم و دانش ارزش داره. بعد از این که در بین فارسی زبانهای دنیا اقدر رسوا و مفتضح و ریشخند شد، حتما ارزش سواد فهمیده. علم و دانش یک طرفان، ما فقط میخواهیم که برازی کودن کما که سواد یاد بتیم که همون سوادش خوب شوه. دیگه ای 70 سالگی ناممکن است که از علم و دانش چیزی یاد بگیرم. ما از شیخ اجل سعدی شیرازی یک بیتش میگیریم و در قسمت پروفسور پوپنک خود ما و شما او را استعمال میکنیم که میگه ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی. ما میگیم ای که 70 رفت و در خوابی مگر این 7 روزه دریابی. به هر حال این شما و این کورس سوادآموزی بزرگسالان برای پروفسور علامه فیلسوف دانشمند بزرگ تاریخ و پیش از تاریخ و پیش از تاریخ و پیش از مریخ و پیش از هر چی که ریخ است. ولی پیش از آغاز درس ما از جناب پروفسور دکتر علامه شفیع عیار یا پروفسور پوپنک خود ما و شما عاجزانه یک چیز پرسان میکنیم. جناب پروفسور پوپنک، جناب پروفسور استاد شفیع عیار، استاد بزرگ یا عیار بزرگ، همون قسمی که طرفدارایت میگن، گفته میشه که شما در عصر بسیار قدیمی تولد شدین، یعنی عصر سنگی و عصر پیش از سنگی و عصر پیش از منگی و کل از این عصرها پیش تولد شدین. ولی مردمای وحشی او وقتی که طرف شما دیدن با علم و دانشتان، با این ذکاوتتان، با این نبوغتان، فکر کردن که این دانشمند بر ما مناسب نیست. ما نمیتونیم که برازی همون وسایل را پیدا کنیم که ای بتانه از علم و دانش خود به نفع ما کار بگیره. بنابراین شما را مومیایی، همون تو زنده مومیایی کردن و دکونتان زدن امرای لغت و شما را روان کردن در عصرهای آینده، یعنی سفر به زمان کردین از عصرهای بسیار مختلف. در عصر سنگی، در عصر مثلا پارین سنگی زیرین رسیدین، در اوجا دیدن که نه شما از سویشان بلند هستین، پس شما را زنده مومیایی کردن، روان کردن در پارین سنگی میانی و از اونجا باز در پارین سنگی پایانی، باز در عصر نوسنگی، باز در عصر برنز، باز در عصر آهن، باز در تاریخ باستان، باز در قرون وسطا، باز در پیشا مدرنیته، باز در مدرنیته، باز در پست مدرنیته، تایی که شما آمدین. هیچ یک از این عصرهای گذشته گنجایش علم و دانش شما یا لیاقت علم و دانش شما را نداشتایی که رسیدین به عصر ما. آیا همین درست است؟ آیا این درست است که خودت وقت زنده مومیایی شده به عصر فلاسفه یونان از قبیل افلاطون، ارسطو و سقراط رسیدی؟ وقت اونا دیدن تو را با این دانش بیکران و این علم بی پایانت، وقتی که دیدن ورخطا شدن، گفتن که نشو همین دانشمند بسیار بزرگ جای ما را بگیره و دیگه ای که همین عصر ما ظرفیت و کپاسیتی از این نداره، بیا که همین را دوباره زنده مومیایی کنیم و بکنش بزنیم امرای لغت و روان کنیم در عصرهای بعدی. آیا همین درست است؟ آیا این هم درست است که وقتی تو به حیث یک دانشمند زنده مومیایی شده از عصرهای پیش از فراعنه به عصر فراعنه پرتاب شدی و فراعنه با دیدن تو حیران ماندن که
با تو چی کنن؟ یک دانشمند بزرگی که در شعر شناسی، ادبیات شناسی، در شاعر شناسی، در فلسفه شناسی، در تصوف شناسی، زمین شناسی، آسمان شناسی و هر چیز شناسی مانند نداره، گفتن که ما این وسایلی را بر از این نداریم که با علم خود از او وسایل بر ما یک چیز خدمت کنه. بنابراین گفتن که بیا ما از این امی نقشه اهرام ها را میگیریم، سرش امی اهرام ها را میسازیم، باز این را مومیایی کده دکونش لغت میزنیم، روان میکنیم در عصر ساینس و تکنولوژی که در اونجا بروه علیه قرآن مبارزه کنه و غلطی های قرآن را بکشه. اما قسمی که ما ادعای خدایی میکنیم و با دین الهی میجنگیم، این بروه با دین خدا در عصر ساینس و تکنولوژی بجنگه. آیا همین درست است؟ لطفاً همین را خودت با زبان خودت بر ما شرح بده که تو در عصر ما چه قسم تشریف آوردی. بفرمایین. فرخی و بازمت رکایی که بیاین تا به حال ادبیات ما در واقع ما را مومیایی کرده، به شکل زنده نگاه کرده. مومیایی اگرچه که فرعونا را مومیایی میکردن مرده شه، مگر ما را زنده ما را مومیایی کرده، این همه تو نگاه ما کرده، تازه نگاه ما کرده. خود دانشمند زنده مومیایی شده. این کار بسیار خوب است که تو را از عصرهای بسیار قدیم زنده مومیایی کردن و طرف ما بیچاره روان کردن. ولی این مومیایی کننده ها با وجود از اینکه در مومیایی بسیار استاد بودن، امی زبان تو را چرا تو غلط مومیایی کردن، چرا تو کج مومیایی کردن که هر چی که حال ما میکنیم امی زبان تو درست نمیشه فارسی را صحیح تلفظ کردن نمیتونی. خب به هر حال یکی از امی دوستای ما از تاجیکستان، یک اکتاجیک، یک چیزی را از تو خواهش کردم و خواهش شبان که او چی گفته؟ السلام علیکم استاد بزرگوار شفیع عیار. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. شکر استاد بزرگ. من یک تاجیکستانی در مسکن تحصیل میکنم. خوشحال هستم. شما بسیار تشکر. شما من یک خواهش داشتم که شما در بسیار اشعار زیبای فارس، شاعری فارس بسیار خوب تحلیل میکنه، بسیار با ما پسند است. میشد که بسیارتر در باره همون ریدین و مولانا و حافظ بسیارتر گپ میزدید. بسیار خوبه. من این در فکر خود میگیرم. همتبار تاجک عزیزم، خود در روسیه هم زندگی میکنی، یعنی ما همی فرهنگ و زبان انسان ها را به هم شرش میکنن، بخیه میزنن، میدوزد به هم. واقعا ادبیات ما یک شرش مهمترین زندگی مردم ما است، مردم تاجک، ایران، افغانستان تا هند. این یک لسان بسیار زیبا و بسیار عمیق یک لسان است. من گپ شما را در نظر میگیرم در آینده ها گاگاه اشعار بیدل مولانا و حافظ دیگه شعرا را و خوانش میگیرم. No. او کودن بی سواد، این کلمات شرش کردن، بخیه زدن و دوختن در قسمت معنویات استعمال نمیشن. این دین، مذهب، شعر، ادب، زبان، این چیزهای معنوی هستن. این چیزهای معنوی ملت ها را با هم ربط میتن، با هم پیوند میتن، با هم پیوند میزنن، با هم نزدیک میسازن. این چیزها را در قسمت معنویات استعمال میکنن، نه این بخیه کردن یا شرش کردن یا دوختن را. من یک مثال میارم. مثلا همی چند تا لات و لوند و لندغری که به گرداگرد تو جمع شدن و تو اونا را، ذهنهایشان را، افکارشان را، وجدانهایشان را، عقلهایشان را طلسم کردی و تسخیر کردی، اینا یک نوع رابطه معنوی با تو پیدا کردن. تو گفته نمیتونی که اینا را ما با خود شرش کردیم یا با خود دوختیم یا با خود بخیه زدیم. این تعبیر به این شکل غلط است. تو میتونی بگویی که اینا با ما پیوند معنوی دارن، به دلیلی که اگر تو بخوای اینا را با خود شرش کنی، مثلا نمی ام شیرزاده یا او آریانا بوی نمبر 1 را یا او همراز پشقلبیکه که اینا بسیار دانای کثیف و مردار دارن و پای هر کس دندان میگیرن،
اگر اینا را تو بخوایی که به خود شرش کنی، مثلا اگر از پشت سر با هم دیگر شرش شوین، مثل دو کاغذی که با هم شرش میشن و میچسبن، در این صورت با هم سخت میچسبین و وقتی که یکی تان خواستین به یک طرف برین، طرف دیگه تان طرف متضاد برین، در اون صورت کشمکش میشه و کون تو که ضعیف است کنده میشه و با کون اونا میره. و اما اگر بخواین که از طرف پیش یعنی از شکم با هم شرش شوین، در اون صورت وقتی که بازم دو طرف متضاد اگر رفتنی باشین، شکمایتان پاره میشه و میدان روده میگیره. و یک گپ دیگه، او آدم بیسواد چقدر تو پررو، چقدر وقی و چقدر بی حیاستی، آیا همین کفایت نمیکنه که همه قدر بیاب شدی؟ ما تو را اقدر بیسوادی های افشا کردیم، مردم اقدر بیسوادی های تو را فهمیدن که تو یک جاهل نادان هستی که خط فارسی را از روی کاغذ درست خوانده نمیتونی. آیا همین برات کفایت نمیکنه که باز میایی با تراق میگی که ما اینا رو به نظر میگیرم، ما دا آینده باز برای شما از اشعار بیدل و مولانا و حافظ میخوانم؟ اما مولانا و حافظ و بیدل بیچاره در قبرهایشان چقدر غمگین خواد شدن، چقدر رنج خواد کشیدن که یک آدم بیسواد نادان جاهل ولگرد کوچگرد مثل تو بیا و بگو ادعا کنه که ما اشعار از اینا را تشریح میکنم، ما اشعار از اینا را مانا میکنم. آیا این جای شرم نیست؟ آیا فرهنگ ما، آیا ادبیات ما، آیا زبان ما اینقدر بیچاره شده که تو نمایندش باشی و تو هر رقمی که خواستی این اشعاری را که از لعل و جواهر و از الماس قیمتشان زیادتر است، اصلا قیمت ندارن، بگیری و به مرداری های خود آلوده کنی و باز بندازی در اینترنت، در یوتیوب؟ آیا جای شرم نیست؟ آیا شرم نمی کنی؟ حال ما یک توصیه هم به می برادر تاجیک خود داریم که با تو تماس گرفت. او مسکین نمیفهمه که تو یک بیسواد هستی، تو را استاد بزرگوار میگه. او برادر تاجیک، او همه تاجیکای عزیز، چه زن و چه مرد، این آدم یک کمونیست است، از امون کمونیستایی که 70-80 سال شما را به اسارت گرفتن و آزادی شما را سلب کردن، ثروت‌های شما را، دارایی‌های شما را، معادن شما را غارت کردن و چپاول کردن و بردن، برای خود هر چیز ساختن. امون روس‌های جنایتکار برای خود هر چیز ساختن. وقتی بعد از 70-80 سال شما نیمچه آزاد شدین، میبینیم که هیچ چیز ندارین، اما اونا همه چیز دارن. اونا امروزه که بالای اوکراین حمله کردن و مردم اونجا را قتل عام میکنن، از زرادخانه های خود انواع اسلحه خطرناک میکشن. امینا را از کجا ساختن؟ امینا را از ثروت های شما، از معادن شما، از خون شما ساختن. همین قسم در دیگه ساحات زندگی هم زندگی خود ساختن، شما را فقیر نگاه داشتن. این اسلحه را آل همون قسمی که در گذشته علیه شما استعمال میکردن، آل علیه همسایه‌های خود، علیه اوکراین و دیگر کشورها استعمال میکنن تا ای که بتانن استقلال از اینا را دوباره سلب کنن و اینا را غلام خود بسازن. شما باید هوشیار شوین، فریب کمونیستای دجال مکار شیطان هیلگر نخورین. این شفیع عیار یک کمونیست بیسواد است، مثل همون کمونیستایی که در زمان اتحاد شوروی دشمن دینتان بودن، دشمن مذهبتان بودن، آیینتان، دشمن وطنتان، دشمن استقلال و آزادیتان، دشمن زبانتان، شعر و ادبتان، دشمن الفبایتان بودن و الفبایتان تغییر دادن. این همون قسم است. یه میالی هم اگر برش ممکن باشه میخواه که شما غلام روس ها باشین، بنابراین شما فریب شیرین زبانی های ایران نخورین. کمونیست ها همیشه همین قسم بودن در تاریخشان. شما تجربه دارین که کمونیست ها اول با شیرین زبانی پیش میان و بعد چنگ و دندان و نیش خود را آشکار میسازن و خونخواری و خونریزی را شروع میکنن. و ضمناً این بیسواد است. اکی تاجیک این نمیتونه تو را چیزی رو یاد بده. ما بیسوادی های از این را افشا کرده روان هستیم و از این پس هم افشاش میکنیم. این نه شعر بیدل یاد دارن، نه شعر حافظ یاد دارن، نه شعر مولانا را، و این اشعار حتی از رویش درست خواندن نمیتونه. تا چه رسه به این که استاد تو شو بر تو یاد بتاو و تو بگو این را برش بگویی که استاد بزرگوار. این جای شرم است. اکی تاجیک برو در پیش یک کس برو که لااقل یک چیز سواد داشته باشه، یک چیزی یاد داشته باشه، شعر و ادب بفهمه. این جاهل کودن هیچ چیزی از شعر و ادب نمیفهمه، که هیچ حتی زبان فارسی هم درست نمیفهمه، صدها لغت غلط میخوانه. بنان فریب ای دجال، ای شیطان کمونیست نخو.
این شیطان بی سواد فریبش نخو. برو در پیش یک کسی که یک ذره سواد داشته باشه، علم داشته باشه، دانش داشته باشه که تو از پیش از او یک چیزی رو یاد بگیری. حتی اگر خودت تنها مطالعه کنی، همین اشعار بیدل و حافظ و سعدی و شروحی را که بر کتاب‌های از اینا بر اشعارشان نوشته شده خودت مطالعه کنی، از اینترنت مطالعه کنی، از کتاب‌ها مطالعه کنی، بهتر از این شیطان، بهتر از این کمونیست مکار هیلگر میفهمی. پس دو راه برات وجود داره، یا ای که خودت مطالعه کو، آثار و کتاب‌هایی را که در مورد اشعار از این بزرگان نوشته شده مطالعه کو، با دقت مطالعه کو، یا برو پیش کسی که یک ذره سواد داره، دانش داره. این بی سواد نداره، هیچ دانش و فهم نداره، جاهل است، و ببین که قدر توانایی و سواد داره که میتونه تو را کمک کنه و تو را بر این اشعار از این بزرگان را تشریح کنه یا نه. اگر داشت از اونها استفاده کو، در غیر از او ترکشان کو. و اما این ملحد کمونیست دجال بی سواد است و ما برنامه‌های زیادی در قسمت از این ساختیم. تو برنامه‌های ما را گوش کو تا ببینی که این چقدر بی سواد و نادان و جاهل است. پیپی جان، پروفسور پوپنک، فکر میکنم تو میخوایی که درباره نامه‌هایی که مولانا به شمس نوشته کرده چیزی درفشانی کنی. بفرما. نامه‌های عاشقانه‌ای که اما از یک اساس مهم عاشقانگی که شهوت است در او هیچ چیز دیگه وجود نداره، پاک و صفاست. راستی هم تو پروفسور پوپنک هستی. اگر دیگه وقت گپ زدن خود نمیفهمی، حداقل در این قسم موارد که میخوای خود به دنیا، به مردم یک شخص بسیار دانشمند و یک عالم بزرگ معرفی کنی، خب گپ تا سنجیده بیا که تو مردار نکنی، تو گویدرگو نکنی. تو در همینجا هم مولانا را دوزدی، بدترین دوزدی، هم شمس دوزدی، هم عرفان دوزدی، هم تصوف دوزدی، هم ادب و ادبیات دوزدی، هم همین واژه ها را دوزدی، کل چیز گوی در گو، مردار در مردار کردی. تو در اصل در اینجا میخواستی بگویی که همین نامه های مولانا که به شمس فرستاده نامه هایی است که کاملا پاک و دور از شایبه شهوت و شهوت را نیست، یعنی از شهوت هیچ اثری در او وجود نداره. اما تو آمدی گویا خواستی که خدا عالم بزرگ و دانشمند و فیلسوف نشان بدی و این کلمات در قالب الفاظ بسیار بزرگ و بسیار پرمعنی ارائه کنی. همون بود که چون جاهل بودی، بی سواد بودی، از پیشت گوی در گو شد و شارید. بجای از این که مولانا را توصیف کنی، نامه های مولانا را توصیف کنی، مولانا را دوزدی، شمس دوزدی. اما هر چیزی که مربوط به مولانا میشه، مربوط به اشعار مولانا میشه، مربوط به واژه های مولانا و به عرفان مولانا میشه، همیشه دوزدی. گفتی که امی نامه هایی را که مولانا به شمس ارسال کرده کلش پر از شهوت است، کلش شهوت انگیز است و غیر از شهوت دیگه هیچ چیزی دیگه وجود نداره. به دلیل از این که تو کلمه اما را که ادات شرط و استدراک است معنیش نمیفهمی، جای استعمالش نمیفهمی، کلمه هیچ چیزی دیگر هم مفهومش نمیفهمی، نمیدانی که چه قسم باید استعمال کنی، وجود نداره را مفهومش نمیفهمی، یعنی هیچ چیز نمیفهمی و میایی باز در اشعار مولانا دست میزنی و را تشریح و تفسیر و توجیه میکنی. و بی سواد، تو وقتی که اینقدر بی سواد و جاهل و نادان و کودن هستی، باز با کدام علم، با کدام دانش، با کدام اعتماد به نفس تو از قرآن غلطی میگیری؟ میگی که از همین سوره بقره شروع کرده تا آخر برات غلطی میگیرم. وقتی که برات گفته میشه که قرآن به زبان عربی است، تو باید زبان عربی رو یاد داشته باشی که از قرآن غلطی بگیری. در اونجا میگی که نه، ضرور نیست، اینا ما میخوانم، تو بیا ببین که من صحیح میگم یا غلط. وقتی که تو زبان فارسی را که همون قرآن به زبان فارسی همون ترجمهش میخوانی و اون را غلط میخوانی، وقتی که همین زبان مادری تا صحیح نمیدانی، اینی قسم مرداری میکنی، اینی قسم غلطی های بسیار فاحش مرتکب میشی، باز با کدام اعتماد به نفس، با کدام علم، با کدام جرأت تو باز از قرآن میگی که من غلطی میکشم؟ آیا شرم نمیکنی؟ آیا خجالت نمیکشی؟ آیا اینقدر گستاخ و بی‌حیاستی که از امی رسوایی، هر چی که رسواییت مردارتر شوه، هر چی که گندت گفته ایرانیا کل جای پر کنه، بازم نمیشرمی؟ و یک غلطی دیگه فاحش در اینجا ایسته که میگی که امی شهوت اساس مهم عاشقانگی است. اول خب همین کلمه عاشقانگی درست نیست، عشق است، عشق گفته میشه.
دومی که امی شهوت کی گفته که از اساسات مهم عاشقانگی است؟ ای گپ مثل تو یک ملحد، یک آدم فاسد و مفسد میگه، همون طرفدارات میگه، دیگه کس نمیگه. خود مولانا در این قسمت چی میگه؟ میگه که عشقهای کس پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. پس تو ننگت بود که این قسم اشعار مولانا رو به این قسم مردار و رسوا میکنی. خب پوپنک جان بسیار ببخشید دیگه، چه کنیم؟ امی ادبیات خود است. اگر یگان کلمات ناباب در اینجا استعمال شده، اونمو ادبیات است که تو بر ضد دیگرا استعمال میکنی، اونمو را بر ضد خودت استعمال میکنیم و بر روی خودت میزنیم. اونمو یک ویدیوی گندیت است که دو وضو را مسخره میکنی و میگی که وضو بگی و اتو که وضو بگی و اتو که. اونمو الفاظ، اونمو ادبیاتت بر ضد خودت استعمال میشه و بر روی کثیف خودت زده میشه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. چپراستی پروفسور پوپنک جان بسیار ببخشید که امروز در فرقت بسیار ضربات شدید وارد آمد. چه کنیم؟ بیسوادی را از کله تو دور کردن یک ذره زحمت میخواه، متحمل شوی زحمت، خیر است. با سواد شوی بهتر است از اینکه قسم رسوا باشید. چپراستی بگی پروفسور پوپنک در خانش ببر، برای که میترسیم که درا از اینقدر ضرباتی که خورده نفته و بیهوش نشوه، مردار نشوه که باز این مصیبتش، مشکلاتش باز با گردن ما میشه. تا برنامه دیگه، خدا حافظ.